ابراهیم خلیل الله است، اما در دعای خود خطا میشه. چی میشه؟ در اول عموم امر میکنه، در دوم خصوصا. حالان که در اول خصوص تقاضا میکنه، در دوم عموم تقاضا میکنه. اشاره به چیست؟ یکی نعمتهای دنیاست، یکی نعمتهای دین است. نعمتهای دین به هر کس داده نمیشه که هر کس بخیزه دعوا بکنه. چرا؟ این نعمت خیلی شایسته و بزرگ است، بلکه جهان که الله پیدا کرده برای این امتحان که در دین کی پیشتاز میشه، کی کامیاب میشه. یکی نعمتهای دنیاست. در نعمتهای دنیا عموم است. الله حتی از کافر نعمت خدا منه، بلکه در امور دنیا، متاع دنیا و نعمتهای دنیا کافرها خیلی زیاد فراوان داره یا نداره. از امو خاطر الله ابراهیم خلیل الله میگه که اینجا قید چرا گذاشتی؟ این خو که تو میگی ثمرات، ثمراتی چی هستن؟ که ضروریات زندگی انسان ها. ضروریات زندگی انسان ها را به کافر ها میدم، به مسلمان ها میدم. خب بله فرق داره. از این نعمت های الله هر دو طایفه استفاده میکنه. خب یک استفاده درست میکنه، نعمت دنیا را وسیله برای عبادت الله، برای معرفت الله، برای شناخت الله، برای از این استفاده عظیمی برای آخرت خود میکنه. کافر حیوان ماری خوردن و نوشیدن میکنه. ما براتون در فلسفه بسم الله گفتم یا نه؟ وقتی لقمه را مومن بالا میکنه بسم الله میگه، اظهار چی را میکنه؟ که یا الله بنده عاجزت هستم، امین لقمه به توفیق امدادی که تو برای ما جور شده، ما عیار شده، از این خاطر من بنده عاجز هستم. کافر نعوذ بالله نادیده میگه امو تو آمد مثل یک گو مرکب بارید دور از مسجد و قرآن کریم شروع کرد غرم خورد. اگر همینطور ما بسیار احتیاط بکنیم، حتی در خوردن خود، حتی در رفتن خود، در هر معامله به استعانت و کمک الله تبارک و تعالی کار کرده میتونیم. زبان ما که میگرده به استعانت کی میگرده؟ الله تبارک و تعالی. از خاطر بسم الله گفتم، در اول بسم الله گفتم، اظهار عاجزی خدا کردم. نه انسان فرق شوه مؤمن و کافر. هر مؤمن در هر لحظه محتاج به کیست؟ اعتراف به احتیاجی خود به پیش کی میکنه؟ الله میکنه. متکبر نکنی، خدا کلان نترشی. سایسته که حالی بیرونه چکا مانده است، چند دانه بادیگارد داره و بی اجازه حالی تو در میمون خانه مانده نمیتونی که بیایم در چار تا که وقت برات میاثر شوه. باز یک کمی سیاست کو کسی را که اینطور میکنم زوری خدا نشان بدین. نه مومن طور نیست. مومن لحظه به لحظه محتاج کیست؟ عاجز خدا میدانه. اگر پاچاستی، اگر وزیر، اگر رئیس هستی، اگر هر کسی هستی، عاجز هستی، محتاج به الله است. اینی را مومن میگه. کافر واری نباشی که الله را فراموش بکنی. از همون خاطر الله تبارک و تعالی اینجا به ابراهیم خلیل الله چی میگه؟ قال الله تبارک و تعالی میفرماید ابراهیم خلیل الله کدام قیدایی که تو گذاشتی که کسی که مومن است، یعنی به الله و روز آخرت ایمان داره واره تو همین ثمراتش، همین ضروریات زندگی را برش مهیا بکو. نه اینطور نیست. قال و من کفر، کسی که انکار میکنه از توحید از روز آخرت، فامتعه مورا، نفهمیدم دمی دنیا قلیلا، خیلی مدت کم. چرا دنیا عمرش کم است یا زیاد؟ معلوم میشه که اگر 100 سال زنده استی، هر جای نعمت و باغ به خود جور کردی، بازم چیست؟ کم است، خیلی کم است. تنها در زمانی ما از زمانی پیغمبر علیه السلام تا آلی را چند سال شد؟ 1400 سال تیر شده. و برای تو چقدر عمر میسر میشه؟ انتهایش 100 سال، 120 سال. 120 سال چی چیز است؟ خوب تیر کردی. خب الله چی میگه؟ ثم اضطره، بعد از او میکشانم میرسانم، یک مانا. ثم اضطره، باز بزور میبرم، به ټیله میبرم الی عذاب النار. امی کافره که امی طور حیوانواری زندگی را اختیار کرد، مقصد زندگی خدا نفهمید، هدف آمدنش در دنیا نفهمید، امی طور خورد و صبح برآمد بیگاه بری خود مهیا کرد، خو کرد، نه الله را شناخت، نه عبادت الله را. بسیار سخت است. کافر خود کافر است، ولی و به حال او مسلمانی که صبح بیگاه میشه الله اکبر نماز نمیخوانه. رمضان آمد خو شراب شروع کرده بود، نعوذ بالله، او کل عمر در معصیت تیر میشه. انسان الله میگه ثم اضطره، بعد از ناچار میسازم شب بردن الی عذاب النار، بسوی عذاب آتش. چرا عذاب آتش؟ به خاطری که این کل کائنات الله به هدف پیدا کرده. کل کائنات در خدمت تو باشه و تو هیچ مسئولیت نداشته باشی؟ قطعا باید داشته باشی. کل کائنات در خدمت تو و تو در خدمت الله، خدمت دین الله.
فرمان الله، دستور الله، تو انسان باید بدون تو نشو. و بیس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است همی آتش. الله ما را نگاه کنه. و اذ یرفع ابراهیم القواعد، خب ابراهیم خلیل الله برای آبادی دعا کرد. آن چیزی که مورد ضرورت اهلش بود تو را از الله خواست. دیگه چی میکنه؟ حالی خود به دست خود اوجا خب دعا کرد که الله رزق و روزی مردم وافر بسازه. خب برای آبادی دین خودش اقدام میکنه، خودش اقدام میکنه. راه عبادت و بندگی را ابراهیم خلیل الله برای ملت خود میگذاره. خود چطور دعا میکنه؟ چقدر عاجز است. و اذ یرفع ابراهیم القواعد، قابل یادآوری است در آن وقتی که بلند میکرد ابراهیم علیه السلام، در آن وقتی که بلند میکرد ابراهیم خلیل الله قواعد یعنی تهدابای بیت الله را. معلوم شد که تهدابا سابق بوده. چرا؟ به نزد بعضی مفسرین میگه ایرا ملائکه آباد کرده، بعضی میگه آدم علیه السلام آباد کرده. خدا طوفان نوح این میوارای از بین رفته بود. پس توسط ابراهیم خلیل الله آلی آباد میشه. عمود دیوالای سابقیش وجود داره. در آن وقتی که بلند میکرد ابراهیم خلیل الله القواعد، تهدابای من البیت، از بیت الله را، و اسماعیل علیه السلام قطع شریک بود. خب معمار ابراهیم و خشت دادنی اسماعیل علیه السلام است. چی میکردن؟ چی میگفتن؟ ربنا پروردگاری ما، ذاتی که ما را تربیت کرده ای، ما مصلح و مدبر مالک و متصرفی ماستی، تقبل منا ای عمل ما را قبول کو. سری عمل انسان اعتماد نکنه. آیت قرآن برای ما درس میده، بسیار درس میده. ما که براتان میگم که ما ملت در بدر هستیم، بگوی در بدر یقینا هستیم. چرا که طریق بندگی را یاد نداریم، میکنیم عمل باز برباد میدیم عمل خدا. ابراهیم خلیل الله بیت الله را آباد میکنم را اسماعیل علیه السلام. خو خوفی از این را داره که سعیسته که بیت الله را آباد میکنیم، خواهی به نزد الله قبول است یا نه، اخلاص و صداقت در این وجود داره یا نه. از همون خاطر انسان اعتماد سری عمل خود نمیکنه که آیا مقبول پیش الله تبارک و تعالی هست یا نه. باید عاجزی بکنه، داخلی عمل خود عاجزی بکنه. ما شما که در قاعده میشینیم چی میگیم؟ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره وقنا عذاب النار. از 4 چیز تعوذ یا پناه میجیم. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنه المحیا والممات و من شر فتنه مسیح الدجال. دیگه دعاها را میگیم، عاجزی میکنیم که الله این به توفیق تو عبادت انجام داده. عبادت خو انجام دادم، اگر یک دفعه گفته شود که قابل قبول نیست، این کل زحمت و خواری ما همونطور هدر میره. الله باز ما چطور خود خلاص کرده بتان، منجات داده بتانم. معلوم شد که در خاتمه هر عبادت عاجزی به الله تبارک و تعالی کردن است. ابراهیم خلیل الله میگه ربنا پروردگار ما، مالک و متصرف ما، تقبل منا، از ما قبول کو امی عملی ناچیزی ما را. چرا تو قبول کو؟ انک یقینا تو الله، انت تو نکسی دیگه السمیع، شنونده است دعاهای ما را. کل فریادی که داریم، این نیازی که داریم تو میشنوی. العلیم، میدانی اخلاص، صداقت، اراده، مقصد، حاجت ما را کلش بدری تو معلوم است. و این دو صفت در یک کسی دیگری وجود نداره غیر از تو، کسی دیگری نه ملک نه پیغمبر نه ولی شنونده نیست فریاد ما را بلا اسباب میشنوه نمیشنوه. ابراهیم خلیل الله برای ما توحید در صفات الله را برای ما درس داد. یکی از صفاتای الله سمیع است بلا اسباب. هر قدر من رای دور باشه، هر قدر صدای خرد باشه، الله میشنوه. خب غیر از الله دیگه کس میشنوه؟ قطعا نمیشنوه. پس کسایی که با زیارت آواز میده یا سخی صاحب، به خاطر از این شرک است. چرا که بلا وسایل سخی صاحب او وفات کرده، نمیشنوه، شنیده نمیتونه. از کجا دلیل داره؟ به خاطر که ابراهیم خلیل الله میگه اینک تو الله، انت تو نکسی دیگه. کلمه انت بازینه چی معنا داره؟ تو نکسی دیگه. اگر با ملت ابراهیم خلیل الله است میتونه عقیده داشت ابراهیم خلیل الله السمیع، شنونده استی فریاد دعا آواز ما را. العلیم، میدانی حاجتهای ما را، اخلاص ما را، عقیده ما را، کل بری تو معلوم است. دیگه کس علیم است؟ دیگه کس سمیع است؟ خیر دعا را چطور از الله طلب نکنیم به غیر الله؟ یا فاطمه زهرا، یا ابوالعباس، یا فلانی بابا صدا کنی. دیگه با کی صدا میکنی؟ برای چی صدا میکنی؟ چه عقیده داری؟ آیا عقیده داری که میشنوه؟ عقیده داری که علم داره؟
اگر این عقیده را داشتی نظر به این آیت قرآن کریم، عمل تو شرک گفته میشه، خودت مشرک میشی، خودت مشرک میشی. این قرآن برای ما میگه، کسی دیگری نمیگه. درس داد برای ما حاجی صاحب، خیلی پیسه را مصرف کردی، بیچارگه گیجه خو، کتابم نخوندی، تعلیمم نرفتی، اونجا بل میل خود تمامی روز گم است، شله سری رفیق دیگه خود. بیا بریم در غار حرا، بیا بریم در غار ثور، بیا بریم در فلانی مقبره، بیا بریم در فلانی جای. او چیسته؟ آلیا جای ما خود تلفن است. تلفن چی طور است؟ اینجا دیگه بچه کاکا داره، ماما داره، بیادر داره، اولاد داره، زن داره، این دیگه حالی که خفه نشه و مردکه تنگ تنگ. السلام علیکم، کجاستی؟ خوب هستی؟ جور هستی؟ نه خوب است. حالی بیخی خوب هستی؟ بیخی خوب هستم. انشالله. این در حرم روان است. در حرم هم در عبادت حاجی را نمیمانه. کل عمر حاجی جواب دادن مردم است، جواب دادن مردم است. هم دینداری ما، هم حاجی دینداری ما، حاجی دینداری ما این کار را میکنه. او یک تعداد حاجی ها خو اینجا فلانی خو الا گوسفند میاره، فلانی خو یک سیر بوره میاره، فلانی خو ایره میاره. چی بگیرم؟ کل عمر در بازار تیر کردن، به این انگشتر بگی، به این فلانتر بگی، به این کلانتر بگی، به این سلور بگی. اینمی فقط عمر. و برادر کابل پر است از همین چیزا. چی ضرورت است اونجا پشتکی کرده؟ یک کی برات گفته؟ حاجی را مردم امداد میکنه. در حج میری؟ بله. حاجی صاحب بگه می 500 روپیه از طرف ما که دمی سفری تو خمم انشالله قطعی تو شریک شوم. نشوه که تو پایمانده شوی، پس مانده شوی، بروی همینجا نانی تقت ازی بخوری. حاجی صاحب افغانستان چی میکنه؟ از این طرف که جناب روان میشه، آلی میمانی ها شروع میشه، حاجی صاحب در حج میره. حالا خانه به خانه گشتک شروع میشه، از همینجا شهرت و سمعت شروع میشه. قبل از اینکه رفت حاجی صاحب برش گفته رایسته جناب محترم این دیگه خوش است، میمانی ها زده رایسته تا کی تاره برابر شود. تاره که برابر بشه چقدر است؟ که بچه کاکاست و ماماست و خسر برست و که موتر آسته کشوفش کده اونجا در میدان ببرشه. جناب به حج میره، به عبادت الله میره. از نماز که عبادت بزرگ دیگه نیست. رفته گم کو دیگه کارای شخو بگذار. اوجا مولی مصطفی را سوال کنیم، میگه یک نفر بود حتی در عرفات نمیرفته، ما رفتاده بود. من برش گفتم حاجی صاحب بزرگترین فرض حج استاده شدن در عرفات است، یک وقتی خاص داره که دمی استاد نشوی حج نمیشه. میگه برو. یک کسی در حج رفته بود که ازدحام و انبویی را زیاد دیده بود، رفیقم نداشت بیچاره، به الله معلوم که در کدام جای خواب کرده بود، پس آمده بود. باز میگفت والله مسلمون در حج نبره. میگه خدا مسلمون در حج نبره، تکلیفا را زیاد دیده بود. خب پس کی میآید؟ حاجی صاحب کجاستی؟ تیاری تن حرکت کرده نکرده، تیاری تن حرکت کرده نکرده. او برادر خو یک روز اینجا میآید، در اونجا در ایدگاه پایین میشه، در ایدگاه تکسی واناست که عذر برش میکنه، عذر هر چیزیش در بسته به خوشحالی در خانش میرسانه. هیچ حاجت به تکلیف تو نیست، ازدحام تو نیست که اونجا مخلوق شوه مردم شوه. امو سابقه در شهر که کدام تکسی واناست امو هسته. نه حاجی صاحب رسید کجاست؟ در دوبی. کجاست؟ در میدان تاش. قومیست که همینطور روان است. حالی یک قوم خب باز موترها چی داره؟ زیاد داره. یک حاجی صاحب 100 دانه موتر بازی را وقتی که حاجی صاحب اونجا که پایین میشه که گلا در دست گرفته مردم، و برادر این دو خونیست که عروس جور کرده گلا را در گردنش انداخته است. در کدام دین هستی گل انداختن؟ گل در گردن عروس انداخته میشه، در گردن حاجی در کدامش انداخته میشه؟ بگویه کدام دین است یا خو بگویه برای ما، بگویه. حاجی صاحب حاجی تو قبول شده که مردم قدر اعزاز داده تو را، همه خوش هستی که تو باید بسیار به گریان تسبیحی. خصوصا طواف وداع به خاطر چیسته؟ تو اینطور سرزمین ترک میکنی که یک نماز یک لک نماز بود، خبر بودی یا نه؟ از اینطور مجموعه تو پس در وطن میایی، از اینطور جای مقدس تو پس در وطن میایی که باید آب دیده تا اینجا ریخته بره، تا اینجا. حاجی صاحب نکنه، دینی نیست، به الله قسم دینی نیست. به محضی عملتان کلی حجتان برباد میشه. بعد از او که این موترها شروع میشه، بس دیگه که یکی از دیگه پیشانه میشه، داز یکی دیگر یک نفر کشته میشه. مردم ها قومی کل در عوض است. حالا چرا؟ چی ضرور است؟
هارن کردن است، پیشکانی است. اونجا که میرسه جناب حاجی صاحب اولین کاری که میکنه چی میکنه؟ گوسفند ددانی دروازه اولی غژی طرف حلال میکنه. جناب حاجی صاحب کدام دین است؟ تو کدام شرک میکنی؟ او طوری گوسفند گوشتش حلال است یا حرام؟ این ما حل به لغیر الله است. اینا بدانی گوسفندی که در پای عروس حلال میشه، گوسفندی که برای عذرخواهی به کسی برده میشه، گوسفندی که در پیش پاچه حلال میشه، گوسفندی که در پیش حاجی حلال میشه، این حرام است، حرامی که به نص قرآن است. امیال ایران مردم امیار میخوره نمیخوره. خود چطور دین بیان کرده علما؟ باز که بشین دیگه مولا نبود. ایره چی میکنه؟ بچه مولی صاحب شاهد نام داره اینجا هسته. در روز عید دوستش میبره در خانه که خیلی عزتمندی از ایره بکنه، خونه پخته کرده از قربانی را آورده برش. خونه مردم خونی قربانی، او خونی که قرآن میگه انما حرم علیکم المیتة والدم، خونی که در وقت ذبح میبره چی است؟ حرام به نص قرآن. این حرامی در تمام تاریخ و ادیان است. این حرامی اصولی میگه. مسلمانای ما تعالی را ثواب گفته ایره میخوره، میگه خونی چیست؟ قربانی است. یعنی مسلمان هستیم، یعنی دین ما بود، یعنی علما بود. باز وقتی گفته کی خو حرام است؟ نه کی گفته؟ این حرام است برادر. قطعش پیش ملام رفته، ملا را گفته که چی طور است؟ حرام است. چرا نمیگیره؟ والا مردم از مردم میترسید. عجیب گپ است. حرام قرآن آدم بیان نکنه که از مردم میترسیم. این کدام عالم است؟ این کدام دین است؟ و چطور قابل اقتدا باشه؟ قابل اقتدا ابراهیم خلیل الله است. میخیزه در مقابل نمرود، میخیزه در مقابل قوم. دینتان دین نیست. با این بوتا سجده میکنه که نه نفرستانده میتونه نه ضرر. ما بیزار از این عبادت شما. اگر تو واقعا به ملت ابراهیم خلیل الله باشی، تو عالم باشی، همین کار رو میکنی. بی دیگه عالی. ربنا تقبل منا. ابراهیم خلیل الله بیت الله را اساسش بالا میکنه، دیوالش. او عاجزی میکنه که الله قبول کنه و تو باز عاجز صاحب دیگه ایجا شروع میشه. زن و مرد مختلط است، زنالی روی نمیگیره، دستی از ایره زن میگیره، در دستی خود بوسه میکنه. عایشه رضی الله عنها چی میگه؟ دستی پیغمبر دستی زن مسح نکرده، در حالی که پیغمبر پدری کلگیست، از زن و مردی ماست، حیثیت پدر داره. ازواجش مادرای کی است؟ بگه مومنا است. خود تو حاجی صاحب دیگه حالی جوان آمستی زنا میه، چرا او مرده که تو خو یک دفعه بیبی بعد از او دیگه بیشی حالی قناعت کرده چیره؟ بگه جای نمازها را، تسبیح ها را، خلاص دیگه بسته قوم 3 روز 4 روز 5 روز 10 روز نه در دکان برو، معلم نه در مکتب برو، مامور نه در دفتر برو، فلانی خان از اجا آمده، فلانی خان. به الله قسمه یک روز درس معلم که قضا میشه به نزد الله جواب میده که یجید قبول میشه یا نمیشه. یک روز دفتر تو قضا کنی، تو خبر داری؟ باز دیگه جای نماز توضیح کن، بلکه باز اونجا خفه میشه بیرون که میره این زنی شیطوری چی عجیب بود. همینطور میگه نمیگه؟ راستی تا نمیگه. سعی کن فرق آورد. ایره اوله چی رقم جای نماز داد؟ ایره مرا چطور داد؟ این گپش پشتی سرش است، پشتی سرش است. شما باور به الله بکنه. برای ما خود حاجی گفته، در پیشش رفته بودیم، گفت یک حاجی مرا گفت مولوی صاحب که این حج تا حالی را تکمیل نشده تا که در مزار نروی. انا لله و انا الیه راجعون. او مردم عقیده داره که در مزار نروی حج تکمیل نمیشه. از نصف حاجی افغانستان سوال کنه اگر رفتن در مدینه را جز حج ندانست ما دست خود قطع میکنم. حالا که حج مراسمش تنها در مکه تکمیل میشه، در مدینه رفتن جز اجزای حج نیست. اونجا مردم به خاطر نماز خواندن در مسجد نبوی میره. به تابعیت رفتن مسجد نبوی زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم میشه. اما مستقل برای زیارت رفتن در حدیث امان آمده، خود دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشد رحاله الا الی 3 مساجد. سفر کرده نمیشه، بستر بسته نمیشه سری مرکب تا که سفر شوه مگر به 3 مسجد. برای قبر مبر نیست، حتی به قبر رسول الله سفر کردن نیست. ولی بری آجایتان سوال کنی که چه عقیده داره، برای چی در مدینه رفته، چی میگه؟ او نه مردم دیگه تان. خب من برش با حاجی صاحب گفتم که حاجی صاحب
تو اگر از عقل خود کار میگرفتی، واجی صاحب میگفتی که ما و تو خود از سخی صاحب رفته میتونیم، او کسی که از افریقا آمده بود او چطور کنه از سخی صاحب؟ او کسی که چیست در سوریه زندگی میکنه چطور کنه؟ خب بله خب جواب گفته میتونه، در این وطن جواب گفته میتونه. چرا؟ میر فخرالدین آقا نگفت؟ میر فخرالدین آقا گفت که سخی خو یکی از خونورش هر طرف است، پایگاهش یک لک پایگاه داره. در افغانستان شای مردان است، کارت سخی است، پایگاه است. یک جای پایگاه ابوبکر را ندیدیم، یک جای شای ابوبکر شای مردان را ندیدیم، یک جای پایگاه عمر نه، یک جای پایگاه عثمان نه. قدم که میزنی در هر دره و کوچه و کو بگوی سم دلدل، بگوی خوجه غاری ولی، شای مردان، پنجه چیناری فلانی. عجیب گپاست. این کدام دین است؟ کی آورده؟ تو ثابت کو که علی رضی الله در افغانستان قدم زده برای من، و تاریخ ثابت کو. الله اکبر، عجیب است. چرا ما دین از کجا یاد گرفتیم؟ باز میگیم پابندی قرآن و سنت. تو قرآن و سنت تا رو نشناختی؟ کجا بود قرآن و سنت؟ گپی ما در سر حاجی صاحب بود که حاجی صاحب پس میگی بی تکلف کسی از پیش داغا نشود. قرار در خانه خود داخل شو، خیر و خلاص. نماز خوانده کسی نامد مبارکی نداد، گلا را در گردنت نانداخت، روزه را گرفتی نانداخت، بگوی زکات دادی نانداخت. یک فریضه نمی بود، یک فریضه یک حج است. در عربستان در اون مملکت ها کس از کس خبر نمیشه کی حج کرد کی حج نکرد. این معاملات در کجاست؟ در پاکستان، بگوی در افغانستان دیگه نمیجه. خلاص در بدر شود. آلی این عملی تو چی شد حاجی صاحب خبرداری؟ این عملی تو مانع حج همسایت شد. همسایت 2 لک افغانی داشت، تکیت تیاره مصرفی او جره مکمل داشت که پس بیاید، لیکن تو اینجا مصرف ده 7 لک رساندی، 5 لک دیگه اینجا مصرف جور کردی. بیچارگاه که چرت میزنه که من لیست خدا بدم، والا دیگه ختم از کجا کنم؟ اینقدر جای نمازت چطور بخرم؟ این موترا گل پوشوا یالی چطور کنم؟ تو کدام کار انجام دادی؟ ملا صاحبا باز خوش هستن. چرا با ملا صاحب همون جای نمازی چی؟ خبش من خودم نمیگیرم جای نمازه، میگرفتم در بعضی اوقات. خب با مردم توصیه میکردم که نکنیم همین گپ. بعد از او قطع کردم که مردم دلیل میگیرن این عملی ما را چی میکنم؟ او را وقتی گرفتن که با الله قسم اوریسه بس دل برات آورده، از دل نبیار که با ما آوردی به دیگر. من پسان فهمیدم که باز دیگر هم نیاره. اگر من مولی استم که دیگه حاجیست، دیگه وکیل است، دیگه استاد است، دیگه مدیر است، کلگی یک گپ داره. دیگهش بچه کاکاست، دیگهش بچه خاله است، بازم او گپ میشه. نه ساده. الله کلی ما را توفیق بده اینمی رقم حج بکنی. خوب که هیچ کس آگاه نشه. عبادت الله را کردیم الله قبول بکنه. از امو خاطر تراویح که یک کشوفش داشته باشه در ختم او را مرد کردم. چرا رد کردم؟ ابراهیم خلیل الله بیت الله را جور میکنه، عاجزی میکنه. آلی دیگه کشوفش نیست. مسجد ها شما فلانی مسجد ختم داره، یکی بری که خورده است، کلان است، دیگه بار است، که چاکلیت آورده، که خلطایی چی است؟ بگه چی میگه؟ زردالو است که خلطایی، دیگه که خربوز است. مسجد قوشخانه جور میکنه، خالمقال میباشه، درب میباشه. بیا این طرف کویره اون تو کو. مساجد الله هست. این مسجد این قوشخانه نیست، در اینجا عبادت الله شوه. الله تبارک و تعالی رحم بکنه که حقیقت دین ما درک بکنیم. ربنا واجعلنا مسلمین لك. باز دعا میکنه پروردگار هر عبادت تعلیم داد بر ما که عبادت وقتی قابل اعتبار است که مقبولی الله تبارک و تعالی بگرده. از همون خاطر حدیث پیغمبر میگه انما الاعمال بالخواتیم، عمل به اعتبار چیست؟ خاتمه است که در خاتمه قبول میشه. درسی